خوردن ندارم، زندگی که هیچ خدا ندارم، علاوه کردن چیز ندارم. علاوه کردن من یه سن کاچیرا رو ببین کاچیرا ورده کاچیرا رو علاوه میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، در کنار مادر بزرگوار هستیم. قبلا هم شما در جریان بودین مادر بزرگوار مشکلات اقتصادی زیاد داشت و سرپرستی که آشه و عباتی این مادر بزرگوار به عهده داشته باشه متاسفانه نداشت. ما مبلغ 500 یورو که معادلش فکر میکنم 38,000 افغانی میشه به این مادر بزرگوار تسلیم میکنیم و خبر خوشی که مادر ما امرای ما ماهانه اسپانسر است. یعنی از همین ماه جدی شروع در هر ماه آخر ماه مادر بزرگوار مواد غذایی که روغن و آرد بسای مواد غذایی است دریافت میکنه و برنامه ملتی اسپانسرشیپ ما ادامه داره. خانواده‌های زیاد دیگر حتما ما به شما معرفی میکنیم. فراموش نکنین که الله متعال در کمک بنده است تا مادامی که بنده در کمک دیگرها است. خب مادر جان شما خوب هستین؟ زنده باشین. و او دفعه که آمدیم یک چیزا که روشن کرده بودین خدا گرم میکردین یادتان است؟ در کاچیرا بود. بله. یعنی فکر کنین که باز ما از کابل به خاطر شما آمدیم. خیر ببینید، خوش آمدید. خیر باشین. خب اگه اجازه تان باشه ما به این تفلکا از این پولتان یک چیز میتونم ما ایره بگی. خب 1 2 3 ایره بگی. آفرین. 1 2 3 ایره خودت بگی. 9000 شد. 29,000 دیگه رو به مادر میتونم. شما حساب کنید مادرشون ببینید پول صحیح است. صحیح است. صحیح است. بخیر. زنده باشی بچم. حاجی بریلایم دنیا خار را نبینیم. دست روز از کد زیاد شوی لایم. دوستان عزیز این کارو مشاهده میکنین تا برنامه بعد الله متعال اعضایی که سهم میگیرن در کارهای خیر اجر و پاداش بده. سلام علیکم.